سفیدی ابرویت مثل گساله دیگه نمیای به محله که باشه دل من مثل گساله دیگه نمیای به محله اگر یاره مرا دیدی به گوشه دیگه نمیای به محله بگو رختای نو و خور بپوشه دیگه نمیای به محله مترت نمی نای تتر متر نی نای تتر نای 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 تتر نای 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 شاخای بغزاله من ملچی دختر خاله من خاله به قربانت شنبوز خاله بریان کو جرم شمسایه که جیرخان اشتیانی رقب یارو خوشا جانجوری خیریاتی اینجا چی کار میکنی؟ همینجا گوار مخ کردن دیگه که دیدم جا سرسبز خونوکیه خوب جاییه گساله و گوار اینجا مخ کردن قرار که دیگه من یوان اینجا شیشتا مخور چه کار میزنم زندگی ها سی میکنم استراحت میکنم استراحت چی میکنی گلت؟ چی؟ تو اصلا نه شوق و شو میدونی نه روز خوروز تو 5 دقیقه نه نون عدل میبینی نه چای عدل نه یک جایی که خوشی نه یک جای بیدارشی سرنوشت تو بخید به هم رید و به هم شار سرنوشت اینه ده دیگه همیتونه دیگه چه کار کنین دیگه آخه گلت جو تو از خدا تو از اصل خواه گوشه اصلا خوب نه مثلا همین ولایت تو کجای این منطقه تو کجای ولایت ما؟ ولایت پوشینگ ولایت پوشینگ تو خسیبیه میدی این جگاه بهیران به پیش می ماما نورالله تو کار میکنی مرتکه گوشنی که گردن اما بند از او سر شنون نمیخوره با یک ماشی به تو نده برج چند نورالله تو ماش میده برج هیچی برج گدوت همین خرجبرج تو شاید بیشتر نده رخ رو خود چلبی کوش موزه کلاکه عالمی روزا میره با من کلاکش میخره دیل جو کورتی میخره ما با تو چی میگه کورتی پتلونی میخره همون لیلمی ها تا بازار دونی 20 ریپی 15 ریپی میره یه گردن و بند مرتقه ما بشتید با خدا همون نورالله که من میشناسم عجای سیر شنون مرتقه تو میگی به چندی؟ به 15 ریپی 20 ریپی گردن و بند مرتقه خود گفته به چی خوش که 40 ریپیه گله جو برا رمونام لیلمیه رد دیگه پار یلا که بخدا که 2 کلمه تو بگو من مامایی دارم بفهمیدی گله ماما تو مامامه پیار تو آدم پولداری آدم سرمایه دار زمین دار گو دار ترکتول دار گوسپند داره جریبا زمین باغ همه چیز داره با چای اوری یلا کردم و خستم برف تنگیل لگ به خارجم کدومی برف دورت پی کار و زندگی خوب قراره کرده تور پیام پیش ازی نورالله گوشنه تور میبرم به پیش اون ماما خوب با خدا نون تو بروغن میشه گلم تور زن میده تور خونه میده با تو زندگی رو تیار میکنه خانه به من بیوه پیدا نمیشه نورالله گفته که اگه من بیوه پیدا کردم تو انکتشی گفته تو نزباددار میکنی فتو نکرده تو جوها شاق شمشادی تو بری بیوه بستونی تو با خدا دختر خونه میدم نه بابا ماما دخترکی داره خیره که گیلن مثلا مثل تو همیت ساده ترخش لپلخچیه بفهمیدی با خدا همون با تو بستون تو گپینی اگه سادی مایون میده با خدا من زمانه نورالله کنم بلد خسرونی نه بیا که تور ببرم به پیش همون جگاه باش نورالله یلا کن آخه من 1 سال اینجا مزدور در خونه پیش نورالله با من 1 سال آدمی نورالله به تو چی فایده رسیده خیلی چی؟ رختام میده با خدا به تو معاشو میده کی میده؟ همون مامامه اگه به تو معاش بسته نکرد دختر خود به تو نداد حال ماما تو به تو گفت یک مرتکه که پیدا کن من پیدا کن دیگه گفت همیت نفری پیدا کن که همیز باغام گوام گسپندام همیز زمینام همیز کشت زراعت مر بکنی من به فکر تو شدم گفتم به پیش از این نورالله صاحبی چی نشدیم بیا که بریم نون تو بروغن شه پیش هم مامامه با خدا مگر کلاه خود بیا از این من صغیریم پیار ندارم خب میگن دیگه ای خدا میدونه تو کدو ولایتی اصلا تو اصلا نسب خود نمیفهمی نه هیچی تو معلوم نیه تو از کجا پیدا شدی بیا میدی بیا برین که تو همونجا باشه اون مردم اختلاط میکنن گفتن تو گردباد آورده خدا معلوم نیه تو
همیت پیدا شدی با همسرم خودی از 1 ساله برو بگو نولیلا حساب من میرم من که حساب نمیده پول نمیده به من نمیده خب من به خرج خونم بگو من کجیر گفتم میرم پیش ماما خب کجیر نگو بگو من میرم به سر جا و جگاه خوب بیا که با تو رو میدارم میرم می بچو حال خب حال من بچم نولیلا نمی اما برم به نولیلا بگم که چی بگم تو که لگ به حرف ما کن چی کار کنم بیا بچی هم پیش میگیرم بچو تو میفهمی که با ماما به او دیادگه میشینه بچه قراره چند ماما تو پول میده به من با هم هر چی که تو رزی تو بگو برج چندی می 1500 ما با تو عجو برج 5000 میستنم ببین داری یعنی 5 تا داری دروغ یا نه عرشتی گردن ما با تو بقدم این نورالله یلا کن همون ماما بگفت که تو همین تو آدمی به پیدا کن که همین کشتر زراعت خو همین گودری خو همین گسپندا خو ما بسپرم برای عجو آنی من به فکر تو افتادم گفتم آنی میتو آدمی که همین ماما همین گیلک گردن ما با بله به خدا ماما نبینی پیرمردی عاشقی رو میشی برای همین گواه اینا یک دفعه چیز کنم بگم گواه از این جگاه شور نکنه که نولیلا میآید با اختیار خود داری برو زودی بیا که بریم خاطر شو گفته گوار از درختا واکو بیار یک بسرا بیار تا شون با میجگا از صبح مطالب میامده میجگا گوار اینجا میخدن که بچه را باش سر که باشم دبلک شم منال میبرم بسرا تو سر شدی همون نورالله و تو یک پیاله چای یک لقمه نون بیارده نه خیر بینی دیگه پیش عدی میسی چه کار کنی بیا مساله اون اینجا کشی گواه تو چوکو یک دقیقه بستکن اگه کس تو کشتی هزمه دیدی بالاخره دیگه دقیقه دلازار نشی از طرف معذرت خیلی که از خوب مامان برو از این کشور دور افتاده انا میرم دیگه بالاخره تو از ما بدر دیدی دو دقیقه به نولیلا صاحب خواهم بگو گله گفته که من میرم دیگه نبشه برو تنم تو خیز نزد خود گساله مهمتره او خیلی به من زحمت کشید بسته که کار نداره اینا رو بیسی که گیر لگلت کردی اینا از تو میترسم اگه گفت تو خالی بر بابا که چه کار بشه غیره گیره نکن رفه بعد کشور میرم بر بابا بشینه که گله نکنی خوبه گساله اونجا هم خیلی داره مامامه به نولیلا بگو گذاری و نشونک فهمیدی این نمیشتم مگر به تنگوشی بگو به نولیلا بگو که گله گفتم ما و تو دیگ نیم ما میرم بر هر زندگی و خود سالی پیدا کنی یک بیوه میمی خوبه دست خودم بدی خدافیزی کردی بله بخیر باشی دیگه دیگه دلازار نشی با یک دمی بیل کنی دنیا مردن 60 سامان از تو بمونی بری به تن شکم نولیلا بری با اونجا با حساب نبشی بله انال دل ما جمع شد کجی بله انال دل جمع بریم که طول ببر ماما جان سلام علیکم سلام علیکم مشتری ماما جان مشتری خوبه بیا مشتری جان جوره شکر زنده باشین
ماما جو جان سلام علیکم. سلام علیکم. ایشتن خوبه کیاره؟ فضل خدا. زنده باشی. ماما جان بیا چمانه گفتیم به من نفری پیدا کن که به سرم این زمینام باغام گو و گسپندام باشه آدم خوبی باشه کمین جگاه پیش مزدور باشه همیشه. ها آره بچی شاخ شمشاد کارکنی فهم. ما شاخ شمشادیم. خب ها من یاد دارم من کار میکردم. من پیش یک نیلیلای بدم ای همسایه از اینا. ها انا ایگو تک بیا بریم ماما من اونجا چی هر چیزی دارم من به تو پولم میدم انا من با تو خوبه. ها مرماییم. مای مادی بچه خوبی بشی به حرف ما بکنی کارکنی بشی گپی که به تو میگم گوش کنی به نظر کم ساده هستی. کی؟ تو ساده نیم من بیعقلیم. خب بچه خوبی بشیم به طور ما من بچه ماما من شما هم بیترترم به اخلاق خوب. خب ها خوبه ما برابر یک شطوری با مال اخلاق دارم من. خوبه اما شکم تو خالی کته خالی خواه خوردی غمی نیه خرج تو را میدم تنخوام به تو میدم اگه بخیر 3-4 سال خودم بسته که زنم تو میدم. من زن ندارم من بیوه میوی مایم من. بیوه نه به تو دختر میدم کاکا. نه بابا دیگو تک ماما و دختری دارم میدی؟ دختری دارم اما اگه اخلاق تو خوش کنه. اخلاق من؟ من چون او اخلاق اشتنه کشمیشیه. خوبه دیگه هم مثل تونه. نه بابا خوبه دیگه ما کمونده ماما میره ما چای میخوریم با میان کار میکنیم. ماما جان ما شیران خودی رو گفت داریم. خب بگفتم برج چند سالونه میری دیگه؟ سالونه ما 1500 مایم ماما. سیکو از امروز سرخط تو نوشته میکنم که برج چی وقت چی هفته چی نوشته میکنم خط تو نوشته میکنم میدم به دست تو قایم کنی گم نکنی. خب انا سال تو که پره شد تنخواه تو را میدم خودم چند سالی بشی تو زنم میدم همون دختر خور میدم برای تو میدم. نه بابا خونم به تو میدم. خیلی ماما من لگه این چی ندارم من خود من صغیریم ماما. کسی نداری با تو؟ نه هیچ کسی ماما نداری. خوبه این اینا روده ایتا نچی من با تو بگم اعمال کارتو معلوم شد. خوبه سیکو اینا میری از سرا درو میکنی به مثل چرخ میاری علیتا دسته میکنی اینا میچینی اینا خیلی قیمت داره کنجیته. این سه چرخ ماما شما نه؟ نه از میان سایه ما نکرا میدیم میاریم. خب باله گوش نکنی؟ نه بلی با تو پیاله چای بودو. بله بیا ماما جان ماما خلاص شد بخیر. ببردیم من جمع کردیم ببردیم پشت بوم بردیم. خوبه بعد کوی کار اگر هم بیاد ماما دختری بیاد چرا میشه دیگه؟ مزدوری هم بگرفتیم. مزدوری هم بگرفتیم خودت تو کمک کنه بیاره خیلی خوبه. خوبه ماما گپی نیه. تو همین نفته که باز از کجا به خوبم مزدوری گرفت؟ همین پیدا کردیم بیا آوردیم دیگه. برو بخیر که زودتری دیگه بیشتر نخواه باشم ماما. پناه به خدا یک 3-4 تایی میشه. زودتری بیاری که شو میشه. خوبه اما بچه گرم همون مزدورم خودی خود کاشی میبودی که بلد میشون. کجاه؟ همینجی بود. گیلا جای گیلا کجا سر زمینام نبود داخل قبل هم نیه پیش گوام نیه کجا رفته این به هر جا برم خب من میبکنم من بمی تو جای کار دارم میرم پس میایم کجا رفته پس دیگه کجا شده این سلام علیکم الله بخیر خوشحال انجام شما جو خوشحال هستین خیلی سرزمینات بودی بله همین گله که ندیدی هم صبح خود گوسالا بدیدم دیگه دال ندیدم
اما هر چی برات از این میگردم نیه. نه با کادون و نه با داخل جایی که گوار بسته میکنیم جایی نه هم بسار فقط زمین شخص شده طرف. هم سو برات گوساله و به صحرا بود دیگه نمیفهم ندید. تو حالی وی تا کاری نمیکرد به هر جا که میره به من میگه که من به میت جای میرم. تو حالا من امروز از صبح خبر ندارم که به کجا رفته. از هر کس هم که میپرسم میگم ما ندید. آقا صحرا صحیح کردین. صحرا هم صحیح کردم نبود. آقا خیر صحرا. نه به سرام نه به صحرا هم صحیح کردم. خب خیر باشه. خدا حافظ شما. سلامتی هم تو برو بلکه صحیح کنم. خدا حافظ شما.